سلام و درود هموطنان عزیز. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامک کنم باز. سلام و درود به ملت عزیزم، سلام و درود به تمام زندانیای سیاسی. رحمت و مغفرت شامل حال آنهایی بود که در این راه وطن ملت جان فدا کردند و در زندانهای ظالم جان به جان آفرین سپاریدند. سلام و درود به رادمردان، جوانمردان، پیران روزگار دیده‌ای که برای آبادی و آزادی این وطن جان فدا کردند، بازداشت شدند، زندانی شدند و در زندان جام شهادت را نوشیدند. سلام و درود به همه مهاجران مهنتی، مهاجران سیاسی، همه آزاد مردان و آزاد اندیشانی که برای این وطن فکر میکنند، برای این وطن کار میکنند، برای این وطن زندانی شدند، بازداشت شدند بیگناه و در زندانهای ظالم جام شهادت را نوشیدند. سلام و درود به تک تک مادران، برادران، خواهران، همدیاران و هموطنانی که 10 ساله، 12 ساله، 13 ساله می شود که در زیر ظلم و ستم این رژیم نابکار زندگی میکنند. زندگی طاقت فرسا، یعنی ملت زحمت کشیده. سلام و درود به نفرانی که برای آبادی و آزادی این وطن، این ملت، زبان فارسی و آزادی و استقلال حقیقی کمر بستند، به میدان ها ریختند. آن زمان هایی که مثلا پشتکاری اتحاد شوروی یا که سرشوی استقلال ده ها، صدها، بلکه هزارها تن از نخبگان این ملت به میدان ها ریختند و بازداشت شدند، زندانی شدند و در آخر چی در خانه ها، چی در زندان ها، چی در بگیریم که هجرت جان به حق تسلیم کردند. سلام و درود به آنها، رحمت و مغفرت شامل حال آنها بود. اینک در یک سلسله برنامه های کانال پیمان لایف که 60 دقیقه پلیوس نام دارد، شما برادران، خواهران، همدیاران عزیز را همراهی میکنیم و بعضی سلسله سوال ها، سلسله جواب هایی هست که در اینجا با ملت و با دوستان، برادران، همدیاران و هموطنان مطرح کردنی هستیم. البته در این برنامه چند دوستان، برادران، استادان را دعوت کردیم. هر کسی اگر در این لحظه ها وقتی فارغ دارد میتواند وارد شود به استودیو و صحبت کند. بخصوص پیوندان زندانیان، دوستان و برادران زندانیان، بخصوص آنهایی که از سال 2010 و 2015 تا به این روزی که ما در این پخش مستقیم صحبت میکنیم، سال 2024 هست، نفران، نزدیکان، عزیزانشون را از دست دادن. اگر در این لحظه ها ما را همراهی کنند، یعنی جزئیات و کلیات این بازداشت ها، شهادت در زندان رژیم، یا که در همین حالی که گم میزنیم زندانی هستند، بازداشت هستند، قصه کنند برای تاریخ، برای ملت، برای ارشیو، برای تمامی بگیریم که آزاد اندیشان و آزادگویانی که بعد از ما میبیایند و بعد از ما زندگی میکنند، فرزندان و نبیرگان ما، آنها بدونند که این شیرمردا بیگناه زندانی شدند، بیگناه بازداشت شدند، بیگناه در زندان جام شهادت را نوشیدند. اگرچند که جام شهادت نوشیدن در دین ما یک فخر است، یک عنوان هست، یک بگیریم که منحی از جانب خداوند هست، لکن هیچ وقت خون آنها بر هدر نمی رود. خون آنها به دوش ظالم، به گردن ظالم هست
ما هیچ وقت یعنی فریفته نشویم که آنها یعنی در آرزوی شهادت بودند، ما از خون آنها، از حق آنها تنازل کنیم یا که برگردیم یا که خون آنها، حق آنها را فراموش کنیم و درگذریم. این به این گونه نیست. البته آنها درجه خود را یافتند، درجه خود را دیدند، فهمیدند، لکن ما آزادگویان و آزاد اندیشانی که در کشورهای اروپایی زندگی میکنیم یا که در هر کشوری آزادی که بگیریم که حرف آزادی گفته میتوانیم، کلمه جمله آزادی گفته میتوانیم، باید که آواز بلند کنیم. آن جزئیات و کلیاتی که آن بزرگمردان ملت، فرزندان ملت، پدران ملت از سر گذراندن، چی زندانی شدن باشد، چی بگیریم که سوی قصد ها باشد، چی به مجبوری پای به هجرت گذاشتن ها باشد، همه این جزئیات و کلیات رو باید که فرزندان ما، نبیرگان ما باید بدانند، بفهمند، بخوانند و به نسل‌های بعدی بفهمانند که پدران ما، باباهای ما برای آزادی آواز بلند کردند، برای عدالت آواز بلند کردند، برای دین و وطن و ملت آواز بلند کردند. از جمله آنهایی که در این زندان‌های رژیم، در این طول رهبری بگیریم که امام علی رحمان، طول رهبری رژیم امام علی رحمان جان به جان آفرین سپاریدند، آنها را یک چند نفرشان را، البته اینها همه محدود نمی کنیم ما، چون که تمام آزاداندیشان، تمام حزب‌های، حرکت‌هایی که دعوای مخالف بودن را دارند، قربانی دادند، شهید دادند، زندانی دارند و این چنین شخص‌های مشهور یا که شخص‌هایی که پدرانشان را، تقای امکی‌هایشان را یا که یکی از نزدیک‌هایشان را از دست دادن، از اول سر میکنیم. شهید شمس‌الدین شمس‌الدینوف، این نفر یکی از اعضای بلندپایه بگیریم که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در وادی زرافشان، شهید شمس‌الدین شمس‌الدینوف یا که شهید مخدوم عبدالستار، که یک انسان مخدوم عبدالستار میگفتند، یک انسان مشهور، آبرو، عزت دارند، در زندان این رژیم جام شهادت نوشیدند. و یکی از شهیدان دیگر سید قیام الدین حوزی، که یک انسان معروف و مشهور در سالهای 90 و سالهای جنگ و صلح و میتینگ و میدان نشینی ها. نفر دیگر قربان منانوف، پدر یکی از فعالان سیاسی، که یکی از رهبران یا که یکی از مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه نورک بودند. این آدم با عذاب، با مشقت در این زندان رژیم جام شهادت را نوشیدند. یکی از شهیدان نوبتی ما دامولو عبدالستار اسفرگی، این آدم عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودند. در همین زندان، در زندان‌های رژیم، در زندان‌های امام علی رحمانوف جام شهادت را نوشیدند. یک نفر دیگر زاده ولایت سوق ناحیه اسفره، اگر اشتباه نکنم، امیدجان تاجیف، بعد از 2010 تا 2015 یعنی کارمندان امنیت و داخله عذاب مشقت دادند و دروغ اعلام کردند که او در آشیانه 4 خودش را پرتافت و کشت یا که خودکشی کرد، که این اصلا به حقیقت درست نمیاد که او یک انسان عاقل و بالغ، یک انسانی بگیریم که آزاده، فرهیخته، خود دست به خودکشی کنند. و این قریبی ها، این 1 سال 2 سال اخیر، استاد جلال الدین محمود جام شهادت را نوشید در زندان. حتی نگذاشتن که پیوندانش او را زیارت کنند، مستقیما مقامات قدرتی امنیت داخله آوردن یک وقت معین، یک وقت محدود برای همین شستشو کردن و کفن کردن و جنازه کردن. و یکی از بگیریم که آخرین شهیدان، شهید مولوی استاد محمد علی فیضی محمد، این آدم رئیس کمیسیه تفتیشات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودند.
خدا رحمت و مغفرتشون کنند، در این زندان ظالم، در زندان امام علی رحمانوف، در زندان‌های امام علی رحمانوف، در زندان‌های امام علی رحمانوف جام شهادت را نوشید و این هم یکی از جنایت‌های او است. و همین دو سه روز پیش ما شاهد یک خبری شدیم که تمام رسانه‌ها دادن نوشتن که استاد زبیدالله رازق، یکی از این دام‌الله‌ها، یک نفر اعضای ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، رئیس اکادمی علوم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بستری شدن، بیمار شدن، بیماری هاشون خروج کرد، بیماری قلب، بیماری دلشان خروج کرد. اما حالا اگر از دوستان، از برادران استاد زبیدالله یا که استاد شهید مولوی محمد علی فیض محمد یا که در عموم زندانیایی که داریم، استاد سید عمر حسینی، استاد محمد علی حید، استاد قیام الدین عوض، استاد سیف الله زاده، استاد بگیریم که بزرگمهر یاروف فوندد، یکی از بگیریم که حقوق شناسای مشهور کشور، نوردین محکموف و دیگر از حزب حرکت‌های سیاسی که هستند در زندان عذاب و مشقت این رژیم رو میکشند، عذاب و مشقت کارمندان امنیت داخلی را میکشند. اگر در این لحظه آماده باشند مرحمت کنند در این پخش مستقیم حرفهای خود را بزنند، جزئیات و کلیات بازداشت آنها، زندانی شدن آنها، جام شهادت نوشیدن آنها را قصه کنند. البته این نامهایی که حالا گفتیم یا که اگر تکنیکای محترم بتوانند چند عکس ها، چند روی خط ها، چند بگیریم نوارهایی را اگر بتوانند در اکران نمودار کنند، این شاید نه همه زندانی های ما یا که نه همه شهیدان ما، نه همه بگیریم که کشته شدگان ما آزادگویان و آزاداندیشان هستند. اینها 1% بگیریم که شاید که 5%، شاید 10% مظلومان ملت باشند یا زندانیان ملت باشند. استاد محمد علی فیض محمد، نفری که حالا در اکران عکسشون نمودار بود، استاد سیف الله زاده، یک انسان فرهیخته، یک انسان بگیریم که سن و سالشان بالا هست، استاد سید عمر حسینی که پیر اسلامی های تاجیک میگویند او را، یا که ده ها و صدها بازداشت شدگانی که در شهرهای روسیه و ترکیه یا که دیگر کشورها بازداشت شدند. داملا نعیم جان، یک انسان فریخته، یک انسان اهل علم که از روسیه بازداشت کرده و تاجیکستان روان کردند، یا که عزت امان کرامت شریفوف که خدا رحمت کنه که بعدا وفات کرد، و عزت امان که حالا در زندان عذاب و مشقت این رژیم، عذاب و مشقت این کارمندان رژیم رو میخورد، میبردارد. شاید ده ها صدها نام و نسب هایی رو که من حالا شاید که بعضیش فراموش کردم یا که شما فراموش کنید، ولیکن در صفحه های روزگار، در سامانه ها، در ژورنال ها، در همه بگیریم که سامانه های اخباری تحلیلی خبری هستند، موجود هستند. و ما باید چیکار کنیم که پیش راهی این بازداشت ها، این وفات ها، این حذف فیزیکی رو بگیریم، یا که این بازداشت ها، این استرداد ها رو پیش راهش رو بگیریم. راه یگانه ملت رو بیدار کردن و به تمام جهانیان شناس کردن این پرونده زندانی ها، پرونده بگیریم که آزاد اندیشان ملت، آزادگویان ملت که در زندان ناحق بیگناه نشستن، آنها را معرفی کردن هست. و یک وقتی گذریش، یک وقتی بگیریم که
برای یک وقتی گذریش ما باید که فعالیت‌های رسانوی، فعالیت‌های سیاسی را پرزور کنیم تا ملت در داخل بیدار شود، به میدان بریزد و دست به کار شود که ما هم بتوانیم در دست خود ما هر چه کاری که بیاید تقدیم این ملت، تقدیم این زندانی‌ها، تقدیم این آزاد مردان و آزاد اندیشان بکنیم. در غیر این حالت بازداشت‌ها دوام دارد، استردادها دوام دارد، زندان‌کنی‌ها دوام دارد، حذف فیزیکی دوام دارد. در زندان مظلومانه جام شهادت را نوشیدن یا که وفات کردن دوام دارد. این ملت یعنی ببینید به قریبی همین یک هفته میشود یا که یک ماه میشود الکی چند باز یعنی نفرها، شخصیت‌ها، نخبگان ملت را بازداشت کردند که یکی از آنها رئیس شورای عالی اکبرشاه اسکندر که یک انسان، یک سیاستمدار خوشنام، یک سیاستمدار ورزیده، یا که میگیم که همراهخان ظریفی وزیر کارهای خارجی سابق، یا که همین عثمان زاده، یا که احمد شاه کامل زاده، ده ها صدها نام ها رو میدانیم، خواندیم، نوشتیم، در رسانه ها هست، در ارخیو هست، در بگیریم که شبکه‌های اجتماعی هست که یعنی بازداشتشان جنایت بود، بازداشتشان خطا بود، بازداشتشان اشتباه بود که این نفرهایی که در زندان هستند، زندانیای سیاسی، یا که این نفرهایی که جام شهادت را نوشیدند، یا این نفرهایی که همین قدیما بازداشت شدند یا که جدیدا بازداشت شدند، همه اینها نمایندگان حزب و حرکت ها هستند، نمایندگان منطقه های گوناگون تاجیکستان هستند، نماینده های حزب و حرکت، قومیت ها و ملیت های دولت و وطن ملت تاجیکستان هستند. من چند بار در کامنتاری هام یا که در پست هام در شبکه های اجتماعی پیشنهاد کردم که دیگر همه آزادگان، آزاد اندیشان، فرهیختگان ملت رو بازداشت کردید، در زندان انداختید، دیگر همین قدر مان که گرد و اطراف همین دولت تاجیکستان رو یا که همین جغرافیای تاجیکستان رو گردش رو سیمخوار کشیم و اعلام کنیم که تاجیکستان رسما یک زندان هست، زندان سیاسی هست یا که منطقه زندانی هست، منطقه آدم ناگذر، منطقه‌ای که همه کار، همه چیز، همه گفتار و کردار ممنوع هست. نویسید و اعلام کنید. باور کنید این کار آسان‌تر است که یعنی ده ها صدها، من اصلا از بازداشت ها یا که بازداشت هایی که پرونده مذهبی دارن از بگیریم که صوفی ها و سلفی ها و تبلیغی ها و اینا اصلا قصه نمیکنم. آنهایی که مظلومانه ده ها صدها علما و دانشمندانی که در زاهدان و پاکستان و دیگر کشورهای عربی و اسلامی و ایران و دیگر جا تحصیل کردن، من از اونها سخن نمیکنم. یعنی حسابشان حساب کردن نمیتونیم، باور میکنیم. همه اینها در تاریخ موجود هست، در شبکه‌های اجتماعی هست، در سایت ها هست. یعنی یک نفر 15 می میانه ماه می همین سال یکی از خویشاوندان من بیگمراد خلفا بازداشت کردن. بیچاره پدرش برادرش وفات یافت، در جنازه برادرش اشتراک کرد. 3 روز بعدش مقامات امنیتی داخلی به شهر پنجکین دعوت کردن، آوردن بازداشت کردن، پول طلب کردن. بیچاره پول و مال جمع کردن ندونستن، نتوانستن. هزار تهمت و بهتان به گردنش بار کردن که گویا او در میتینگ برلین پیشواز رحمانوف اشتراک کرده است، گویا او تخم زده است، گویا او لایک مانده است، گویا او به مخالفین، شخصا به من رابطه دارد، گپ میزنند. گرفتن 10 سال زندانیش کردن. بیچاره صاحب زن و فرزند و بگیریم که همه منتظر و انتظار او. یعنی ما تا اون دمی که
ما تا اون که یک دل و یک جان نشویم، چی تاجیکانی که در اروپا هستیم، چی در امریکا هستیم، چی در کشورهای عربی و ترکیه و ایران هستیم، اگر تا اون که ما یک دل و یک جان مبارزه نبریم ضد این رژیم، یک دل و یک جان تمام ورسیه‌های پیشنهاد کرده این رژیم رو، امنیت و داخله یا که مقامات قدرتی این رژیم رو اگر باور نکنیم، رد کنیم، اگر اون وقت ما پیروز میشویم. تا اون دم ما مستحیل است، یعنی محال است که ما به یک پیروزی جزئی یا کلی برسیم. حالا اگر دوستان، برادران، استادانی که ما در این برنامه دعوتشون کرده بودیم اگر وقت جدا کردند و آمدند، یا که حالا در خط مستقیم یا که در پخش مستقیم در منتظر باشند در استودیو، از تکنیکای محترم خواهش میکنیم که وارد کنند و صحبت رو دوام بدهیم. تا اون که یک نفر اگر در خط تماس باشد وارد کنیم، چند سخن، چند سوال ها، چند بگیریم که سوال های رو مطرح میکنیم که تا بکی این زندانی ها، این زندان شدن ها تا بکی، این شهادت در زندان، مظلومانه شهادت، جام شهادت را نوشیدن تا بکی، این استردادها تا بکی، این دروغ به دروغ، به بهتان، به تهمت بازداشت کردن و مردم را، نخبگان ملت را، ژورنالیستان ملت را، سیاستمداران ملت را، بلاگران و دینداران ملت را به زندان افکندن تا بکی. تا اون دمی که ما تاجیکان و تاجیکستانیان در خارج و در داخل از یک گریبان سر نبراریم و ضد این رژیم اگر مبارزه نبریم، اگر ضد این رژیم مبارزه بی امان رو شروع نکنیم، ضد این رژیم به اصطلاح جنگ اعلان نکنیم، ما پیروز نمیشیم. یعنی ما ده ها، صدها بار گفتیم و باز میگوییم که مخالفت، ما این مخالفتی که حالا در اروپا قرار داریم یا که انتخاب میکنیم، بعضی شاید که از این زیادترش مردم تاجیکستان کنند، یا که ما در تاجیکستان بودیم از این زیادتر اعتراض میکردیم، مخالفت میکردیم، تنقید میکردیم، یا که بگیریم که دولت رو تنقید میکردیم، مقامداران رو تنقید میکردیم. ولیکن این برای ما آزادگویان و آزاداندیشان یا که مخالفان در اروپا کفایه نمیکند، کفایه‌گر نیست که ما در اروپا نشسته یا که در اروپای دموکراتی و حقوق بنیادی که یعنی هر یک تاجیکی آزاداندیش خیلی کار میتواند کند، یک پیوند زندانی خیلی کار میتواند کند، یک بگیریم که پیوندی که در زندان شهید شده است یا که یک نفری که زندانی سیاسی دارد خیلی کارهایی رو به انجام رسانده میتواند. او چه از تشکیل کردن میتینگ ها باشد، چه از تشکیل کردن پیکت ها باشد، چه از تشکیل کردن سایت ها، سامانه ها، کانال ها باشد، چه از مواد ها جمع آوری کردن باشد. یعنی خیلی دستش باز است در نسبت به تاجیکانی که در تاجیکستان زندگی میکنند و یا که در دیگر کشورها زندگی میکنند. تاجیکانی مقیم اروپا یا مقیم امریکا خیلی دستی باز دارند که برای این ملت، برای این زندانی ها، برای این قهرمانان ملت، ابرمردان ملت خیلی کارهایی را پیشنهاد کرده میتوانند، خیلی بگیریم که تشبس هایی را به دست گرفته میتوانند. من گاهی وقت به خود سوال میدهم که واقعا همین بعضی کارهایی که ما بعضی مخالفان در اروپا انجام میدهیم، اینا شاید که یک نفری که مهمانی آمده است به اروپا یا به امریکا یا که سیاحت آمده است یا که برای کار آمده است انجام داده میتواند. من فکر میکنم که همین مقام پناهندگی
مهاجر سیاسی، زندانی سیاسی، حقش، حقوقش، طلباتش از این باید بالاتر باشد که ما حالا هستیم و یا که برادرای ما هستند در اروپا. حق و حقوق آن زندانیان بدون استثنا، زندانیان چه از نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان زندانی شدند، چه از نام پیمان ملی تاجیکستان که یک ائتلاف دیرتر سال 2018 تأسیس یافت، چه از نام گروه 24 برادرای گروه 24 که در همین حالی که ما گپ زده ایستادیم رهبر گروه 24 در بازداشت هست، در زندان است، معلوم نیست که در ترکیه است، در تاجیکستان هست، فرق ندارد. دیگر حزب‌های حرکت‌هایی که بازداشت دارند، زندانی دارند، یا که به نام آنها در زندان هستند، یا که زیاد نفرایی داریم که اصلا پیرو هیچ حزب حرکت نیست ولیکن در زندان هست، در بازداشت هست. او به خاطر لایک ماندن، به خاطر طرفداری کردن، به خاطر در کدام دولت عربی و اسلامی تحصیل کرده است او در زندان هست. این واقعا یک مصیبت است، یک فاجعه هست که باید ما پیش راه این رو بگیریم. ما بارها بانگ اضطراب زدیم، سازمان‌های داخلی و خارجی بانگ اضطراب میزنند. البته سازمان‌های داخلی خیلی کمتر است، آب در دهان گرفته نشستند، ولیکن سازمان‌های حقوق بشر اروپایی و آمریکایی بارها هر سال در گزارش‌هایشان، در مانیتورینگشان میگویند که تاجیکستان سرکوب‌ترین کشور هست، تاجیکستان یعنی قشاق‌ترین کشور هست، فقیرترین کشور هست، یا که بگیریم که از جهت نارسایی اینترنت یا که از نارسایی مگر مثلا آزادی حقوقها در جهان یکی از جایهای پسترین رو میگیرد، یکی از جایهای نگران کننده رو میگیرد. همین اینها رو ما دیده و دانسته خاموش باشیم، دیده و دانسته اقدام نکنیم، دیده و دانسته ما چشم پوشیم، واقعا دولت، ملت، تاریخ، فرزندان و نبیرگان ما را نمیبخشند. فرزندان و نبیرگان ما را نمیبخشند که ما در این مرحله تاریخی، در این مقطع تاریخی دیده و دانسته عقب نشینی کردیم، دیده و دانسته بی اهمیتی کردیم نسبت این بازداشت ها، نسبت این زندان کنی ها، نسبت این نبودی آزادی سیاسی، آزادی دینی، آزادی مذهبی، آزادی اقتصادی. ما نه تنها ما مخالفینی در اروپا بوده بلکه ملت خاموشی اختیار کرد و این ضررش حتما به نبیرگان و فرزندان ما و به پسایندگان ما میرسد که آنها چقدر ضرر میبینند. و همچنانی که پدران ما، بابایان ما که در سالهای 1920 2-3 سال پیش از 1920 یا که 4-5 سال بعد از او تا استقلالیت به استقلالیت رسیدن، تا استقلالیت مرزی جمهوری تاجیکستان که 1929 شاید بعد اون هم یک مدت دوام میافته بود که پدران و بابایان ما از این سرزمین ها دفاع کردند، جنگ کردند، برای دینشان، برای زبانشان، برای ملتشان جنگ کردند. و تا حال همین ساعت و لحظه هایی که ما با شما ملت عزیز، بینندگان عزیز، هموطنان عزیز که صحبت میکنیم، تا حال همون بابایانی که برای دولت و ملت و دین و زبان مبارزه کردند و جام شهادت را نوشیدند از دست عسکران سرخ، تا حال در روی خطهای سیاه همچون باسمچی تحقیر می شوند. کشورهای همسایه الکی آنها را قهرمان اعلام کردند، فقط ما ملت و دولت تاجیکستان حالا یعنی تأثیر این رژیم خوناشام، این رژیم نوبکار، این رژیم جنایتکار تا به حال پدران و بابایانی که برای ما مبارزه کردند، برای زبان، برای ملت، برای مذهب جام شهادت را نوشیدند، خط علم کردند و به شهادت رسیدند، تا حال آنها جنایتکار هستند. در بگیریم که
تاجیکستان، در جمهوری تاجیکستان، در نزد دولت و ملت و بگیریم که در نزد رژیم یا که در نزد دولت جمهوری تاجیکستان، دولت تاجیکستان، آنها جنایتکار هستند. اگرچند که در نزد ما مخالفان، در نزد ما آزاداندیشان آنها جنایتکار نباشند، آنها قهرمان هستند و ما حتما ما فرق ندارد در حزب و حرکت‌های اپوزیسیونی اگر سر قدرت بیاییم، اگر ملت به ما باوری داد، اگر به ملت به ما شانس داد، اگر ملت به ما آواز داد در انتخابات ها، ما حتما اولین کاری که میکنیم این زندانی‌های سیاسی، این زندانی‌هایی که مظلومانه در زندان ادای جزا میکنند، مظلومانه جام شهادت نوشیدن، مظلومانه در این زندان نشستن، اولین قراری که قبول میکنیم این آزاد کردن این ابرمردان، این مردان ملت، این قهرمانان ملت از زندان هست. و دوم کاری که میکنیم با یک قرار عمومی، با یک قرار دست جمعی، با یک قراری که رأی مردم گرفته شود، آن پدران و بابایانی که در این راه شهید شدند از دست عسکران سرخ برای دفاع و حمایت از مرز و بومشان، زبانشان، زن و فرزندشان، پول و مال و ملکشان در بگیریم که منطقه های ما جام شهادت نوشیدن، آنها قهرمان اعلام می شوند. ولیکن برای این ما باید حرکت کنیم، کوشش کنیم و شبانه روزی برنامه پخش کنیم و این برنامه را دستگیری کنیم. حالا اگر کسی در خط مستقیم یا که در پخش مستقیم اگر در استودیو وجود داشته باشد، مرحمت تکنیکای محترم، این برادر، این استاد، هر کسی باشد وارد کنند، یا که از بگیریم که بیرون هم هر کسی خواست سوال جواب نکته سرگذشت زندانی یا سرگذشت نفرانی که شهید شدن در این زندانهای رژیم اگر باشن، مرحمت فکر و نظر خود رو بیان کنند، ما میشنویم، ملت میشنود و برای تاریخ، برای ارشیو در شبکه‌های اجتماعی در صحیفه ها ثبت می شود و برای حساب و کتاب کردن این رژیم، برای حساب و کتاب کردن با این ظالم، برای بگیریم که سربلندی این ملت ما در صحیفه ها ثبت میکنیم، ضبط میکنیم. و حالا اگر کسی اگر در خط تماس نباشد، صحبت رو دوام میدهیم و صحبت های امیدوار هستم که از دوستان، از برادران وارد شوند و این صحبت را نکته های نام و نسب های زندانی های شهید هایی که من فراموش کردم آنها خاطر رسان کنند، سرگذشتشان را یاد کنند، مظلومانه بازداشت شدن و مظلومانه پشت پنجره شدن آنها را قصه کنند که ملت بفهمد، جهانیان بفهمند، به زبانهای خارجی ترجمه شود تا همه دولت ها، همه ملت ها، همه آزاداندیشان دنیا بدانند که در تاجیکستان خردترک، در تاجیکستانی که 149,000 کیلومتر کوادراتی مساحت دارد، 149,000 کیلومتر کوادراتی مساحت دارد، بازداشت های وجود دارد، زندان کنی های وجود دارد، استردادها یا یعنی محرومیت های و مظلومیت های عرضی وجود دارد. تمام آزادگان، آزاداندیشان در دنیا بدانند که در تاجیکستان خردترک علما، دانشمندانش، سیاستمدارانش، بلاگرانش، یا که بگیریم که زیاییانش، اون نفری که عبدالقادر رستم بود، یک زیایی فرهیخته، یک نفری که ده ها صدها مقاله دارد، ده ها صدها کتاب دارد، برای
تحلیل کردن یک کتاب، برای تحلیف کردن یک کتاب به عبدالخلیل خالقزاده بود نفری که این کتاب را معرفی کرد، نوشته است. واقعه روزگار من یا که عجایبات روزگار من نام دارد که او را زندانی کردن. وقتی اگر عبدالقادر رستم بر این زیایان یا که شاعران فرهیخته را این رژیم زندانی میکند، پس باید بدانیم که همه قربانیان در روزگاری یک قصه به یادم آمد در حمله های مغول یا که در حمله های چنگیزخان میگه همین دولت ها ملت های واقعا یک دیکتاتور یا که یک خونریز یا که یک اکوپنتی پولدار و مالدار رو بگیریم که قوه زیاد داشت، میگود قوه زیاد داشت، حتی به درجه ای که یک عسکر مغولی یا که یک عسکر چنگیزخان به یک نفر میگفت که تو در همین جهت بیست ایستا، من میروم مثلا نیزه، شمشیر یا که هر چیزی که باشد میارم. میگفت همین قدر ترس و وهمی بشریت، انسانیت، بخصوص مسلمان ها در عالم اسلام، در یعنی بخصوص ترس و وهم وجود همین انسانیت، بشریت، بخصوص همون زمان عالم اسلام را فرا گرفته بود که همون نفر همینجا می ایستاد تا اون دمی که این عسکر مغولی یا که این نوکر بگیریم که این عسکر میرفت سلاحش رو می آورد و سر این رو می برید یا که می کشت. همین قدر یعنی همت، همین قدر شجاعت یا که همین قدر چی نداشت که بگریزد. حالا من فکر میکنم که در همین شب و روز، در همین لحظه ها دقیقا همون حمله های مغولی یا حمله های چنگیزی به یاد آدم میبیاد که نه هیچ کس آواز بلند میکند، نه بگیریم که هجرت میکند، نه آواز بلند میکنند، نه به میدان میریزند، نه چیزی مینویسند، نه معلومات میدهند که ما نویسیم و ما برنامه کنیم. واقعا یک ترس و وهمی عجیبی رو مردمی تاجیکستان یا که تاجیکان و تاجیکستانی رو فرا گرفته است که واقعا انسان رو به همون تاریخ، به همون سیر تاریخ، به همون حمله های مغول یا که حمله های چنگیزخان میبرد که ملت مثل زندانی دست پا بسته، قربانی دست پا بسته. مثلا میخوام یک گوسفندی دست پا بسته شده است که اصلا تمام حق و حقوقش، آزادی هایش رو سلب میکند رژیم، نماینده های رژیم. من هیچ کدام از کارمندان رژیم رو استثنا نمیکنم، از رئیس محله تا رئیس دولت گناهکار هستند در زندانی کردن این بزرگان در مظلومانه به شهادت رساندن این شهیدان یا که از کشوری به کشور استرداد کردن. از رئیس محله تا رئیس دولت گناهکار هستند، جنایتکار هستند. اگر بعضی وقت میگوییم که خود ما تسلی میدیم که در داخل این رژیم نفرهای با وجدان، با ایمان، خونی تاجیکی، خونی مسلمانی داشته ها زیاد هستند. شاید که در وقت یک کاری کنند. ببینید این ظلم و این ستم است. بگیریم که تا سال 2000 ملت یا که دولت در مرحله جنگ بود. بعد اون تا سال 2010 تا سال 2020 2015 2010 ببینید چقدر اینقدر قربانی ها، اینقدر با تهمت زندانی شده ها، یعنی اینقدر عملیاتی که در منطقه رشت، در منطقه کلوب، در منطقه بگیریم که خوجان، اخیراً حمله هایی که رژیم در منطقه بدخشان، در روشان و شغنان و در خارو انجام داد و چندها آزاد اندیشان، آزادگویان، زیایان و فرهیختگان را از بین برد. یعنی این
این جنایت ها رو اگر تقسیم بندی زمانی و مکانی کنیم، اگر دقیقاً این رژیم با پول مال خارجیان سر قدرت آمده است و هدفمندانه و غرضمندانه نخبگان ملت رو از بین میبرد، زندانی میکند، یا که بگیریم که سوی قصد میکند. همین این کارها هدفمندانه هست. ما ملت هیچ وقت بیدار نشدیم، نفهمیدیم که چرا وقتی اگر مثلا یک نفر اعضای نهضت یا که اعضای جانبدار نهضت رو بازداشت میکنند، تمام قشر ملت رو میگه شما خاموش باشید، این نهضتی هست، باید که اشتباه کرد، خطا کرد، باید که در زندان بشینه. همه قشر ملت رو خاموش نگاه میدارد، دهنشان رو بسته نگاه میدارد. یک وقتی میبینیم که یکی از اعضا، یکی از جانبداران گروه 24 رو بازداشت میکنن، زندان میکنن، تمام قشر ملت هم میگن که او گروه 24 هست، او گناهکار هست، او باید در زندان باشد، او باید از آزادی محروم باشد. تمام قشری بگیریم که سیاستمداران، ژورنالیستان، دینداران، کمونیستان، دموکرات ها، سوسیالیستان، نهضتی ها، دیگر قشر ملت رو به یک نوعی به واسطه یا بی واسطه خاموش نگاه می‌دارم که شما در قضیه مثلا حزب نهضت دخالت نکنید، در قضیه بازداشت رهبر گروه 24 دخالت نکنید، یا که در قضیه بازداشت فلان زیایی، فلان شاعر، فلان مولوی، فلان ملا دخالت نکنید. این یعنی حذف فیزیکی، یعنی به تدریج تمام قشر ملت رو ترساندن، تمام قشر ملت رو نابود کرده ایستادن، تمام قشر ملت رو زندانی کرده ایستادن، تمام قشر ملت رو که آنهایی که چند درصدی که در اروپا و در امریکا و در دیگر کشورهای عربی و اسلامی زندگی میکنن، میخواهند که اونا هم بازداشت کرده یا که استرداد کرده به وطن بازگردانند. این واقعا جنایت هست. این واقعا جنایت هست که باید که محکوم کنیم. محکوم کردن ما کفایه نمی کند. باید تمام قشر ملت، تمام قشر جامعه تاجیک و تاجیکستانی محکوم کند و دست به کار شود. تنها گپ، تنها سخن کردن، تنها برنامه کردن، ما هم باوری ایمان داریم که تنها به گفتن نمی شود، تنها به برنامه کردن نمی شود. ولیکن باید اعتراف کنیم که به گفتن هم نمی شود، به برنامه کردن هم نمی شود، به فعالیت های رسانه‌ای و سیاسی هم نمی شود. باید که ما این معلومات ها، این مواد ها رو به تک تک ملت، به تک تک سازمان های داخلی و خارجی، به تک تک سفارت ها و چای کورپوس های دیپلماتیکی که در وطن ما مقیم هستند به آنها برسانیم که وقتی اگر ملت دست به کار شد، وقتی اگر مخالفین دست به کار شدن، همه باید الکی با ذهنهای آماده، با فهمش بلند سیاسی، فهمش بلند اقتصادی، فهمش بلند رسانه‌ای وارد کارزار، وارد خیزش مردم، وارد تغییرات و انقلاب بشوند که از سر نو همون خیزش رو از ما ندزدن، از سر نو همون انقلاب رو از ما ندزدن که ما نام نمیگیرن در بعضی کشورهای عربی و اسلامی سر زد. مردم حرکت میکنند، کوشش میکند، به میدان میریزد، مدیریت، سیاست یا که رهبریت همون دولت رو به دوش میگیرد، ولیکن به خیانت امنیتی ها یا که به خیانت عسکری ها، نظامیان فریفته میشوند، مسئولیت رو به دست مجلس عسکری یا که مجلس نظامی میسپارند و در آخر این انقلابشان رو میدزدند، این خیزششان رو میدزدند، این خیزش مردمی رو میدزدند. ما از این میترسیم که در تاجیکستان فرصت جو و فرصت خواه چی در داخل تاجیکستان و چی در خارج تاجیکستان هستند، این شانس تاریخی رو ندزدند. ما وقتی که
یک اقدام میکنیم در خارج و در داخل، باید که دانسته، فهمیده، آموخته این اقدام رو به دوش بگیریم یا که این اقدام رو عملی کنیم. این است مقصد ما. نشاید مثل خدا رحمتشان کند، روحشان شاد باد، آنهایی که برای آزادی، برای بگیریم که سربلندی این دولت و ملت آواز بلند کردن، قد علم کردن در مقابل پیر کمونیستا و جوان کمونیستا. باید که یک نفری یا نخبه از ملت سر قدرت می آمد، رهبریت این ملت رو به دوش می گیری. فرق ندارد از اسلامی ها، از دموکرات ها، از سوسیالیست ها. من می توانم ده ها صدا نام بگیرم. مثلا استاد همتزاده، استاد تورجان زاده، استاد نوری، استاد طاهری عبدالجبار، سیفالدین تورایف، اکبرشاه اسکندرов، عبدالنبی ستارزاده، ده ها صدها فرزندان برومند این ملت باید سر قدرت می آمدند. این نفری که سر قدرت آمده است، امامعلی رحمانوف، با پول مالی خارجی ها با تنک و توبی کشوری به همه معلوم روسیه و بگیریم که سردمداران یا که رهبرای اون زمانی روسیه سر قدرت آمدند. تا به حال یعنی 30 سال زیادتر کمتر می شود که این ملت رو فریب می دهد، این ملت رو ظلم می کند، این ملت رو بازداشت می کند. یعنی یک تاجیک و تاجیکستانی وقتی چشم به دنیا می کشاید، یک تاجیک تاجیکستانی چشم به دنیا می کشاید که پدر و مادر و پیوندانش در هجرتند یا در زندانند یا در بگیریم که در آن جنگ‌ها کشته شدند یا که در مهاجرت مهنتی و در مهاجرت سیاسی است. این واقعا به روند ملت سازی، دولت سازی، سیاست سازی، اقتصاد سازی واقعا تأثیر منفی میرساند که یک دولت، یک ملت 30 سال شد در بازداشتگاه، در زندان، در هجرت، در قبرستان، در بگیریم که دولت‌های خارجی زندگی کنند. این واقعا با روند ملت سازی، روند احیای بگیریم که دولت سازی، ملت سازی، استقلال خواهی ضربه میرساند. حالا دقایق چند برنامه را به پایان میرسانیم و از مهمان‌هایی که دوستان و برادرانی که دعوت کردیم شاید که کار برآمد، شاید که نتوانستن اشتراک کردن، برای برنامه‌های بعدی خواهش میکنیم که در این برنامه، در این کانال پیمان لایف اشتراک کنند و بگیریم که لایک های خود را مانند و برای زیاد شدن بینندگان و شنوندگان این برنامه دستگیری کنند و اگر برادرای تکنیک بتوانند در اکران نمودار کنند که چگونه لایک و پسند میکنند در این برنامه که 60 دقیقه مهمان‌های گوناگون در هفته با مجریگی برادر سلطانی سلیمزاد برگزار می شود و حالا رسیده است به انجام برنامه، فرجام برنامه. من محمد رجبی شاهیمی بودم با شما. تشکر زیاد از دوستان و برادرانی که ما را همراهی کردند در این لحظه ها، در این پخش مستقیم. تا دیدار، خداحافظ، سلامت باشید.